سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم ویدیو دیگه. چاکرم آقا از چنل میگن علی گیمر. بله بالاخره از آپارات جمع شدیم اومدیم به طرف یوتیوب. من الان یوتیوب میگه 2 بار. بله به هدفمون میرسیم، اصلا نگران نباشه. خب بله ایشون. خب اومدیم دوئل بزنیم تک به تک قشنگ اسنایپ. آره خب بریم سراغ ویدیو. نه بزن شیپمنت. نه نزدی شیپمنت. واسه تو بریم چیز دیگه. کجا؟ اینجا هلیکوپتره دیگه. کرش نه بده. واسه تو دیگه برو بیرون. میخوام بریم شیپمنت. بچه کامنت بگن اصلا شیپمنت بهتره یا کرش؟ با همه میدن شیپمنت. میخواد آقا کمپ کنه، به خاطر همین میگی کرش برای کمپ خوبه، نه اسنایپ. میدونم ولی با اسنایپ فقط کمپ کرد دیگه. خب برو بریم. یا جر میخوریم یا جر میخوریم. شانس. آره دیگه مونده به مهارت تو بازی کرده. اوکی عجبیتم. بچه اگه اکانت چیز خواستین، اگه اکانت مفت خواستین سی پی هم موجوده توی چیز. بله توی روبیکا میتونین. لینکشو میذارم حالا کامنت میذارم براتون که برین قشنگ یا سی پی بخرین. قشنگ مفته یا سی یه لحظه دارم زیر میزنم بچه میخوام. یا سی پی میتونیم بخرین از 10 تا موجوده، نه از 5 تا موجوده تا اینکه به 60 برسه دیگه. بله اکانتم از 450 شروع میشه بچه، به آخرش 4,200,000. کم نکن دیگه. چی؟ کیبورد؟ کیبورد خب مونده به بازیت. آقا بچه باور کنید ما به شما نمیگیم نوبین، ما خودمون بازی بکنیم. مونده به بازی شما. الان من که دارم اینجوری تون بازی میکنم، من 3 انگشتی دارم پلی میکنم بچه. من سک پلی میکنم تو در حال آموزش یا پلیر میتونیم بگیم. بله یادم این پولو رو بینایی کنیم. منم رفتم عوض کردم. یه لحظه استوب کن. بچه اوز میخوام این روبیکا منو داره دیوانه میکنه. خب الان پلی
بار مصرف دیدم، ولی بازم که دارم. آقا بچه یادم تو اگه دارین ویدیو رو میبینین حتما چنل رو ساب کنین، تازه کارم و حتما لایک کنین و حتما یه کامنت خوشگل بذارین که کدوم ما قشنگ پلی دادیم دیگه. این دبول نبود چون داره بود بچه این داره کم میکنه. خب تو هم بازی کن چیز کنی. اگه میتونی یه بار دیگه هدشات، اگه میتونی یه بار دیگه هدشات زدم چون نمردی. تو داری کم میکنی بعدش میگه میزنم. اوه اصلا از کم برم متنفرم. برو کم بهت میگم نو بسر. طرز پروفایل شدنم یه ویدیوی میسازم براتون بچه‌ها، آماده میکنم. آماده ویدیو باشید، میرم مثلا این لودات و مودات همه چی توضیح میدم دیگه. اصلا نگران نباشین اگه سه انگشتی کنید، ولی 4 انگشتی نه. بله به چی دستت نمیرسه؟ گیش کردی چه ربطی به این کار داره؟ خب برو لودت داره دیگه، من ربطی نداره. یکی بار مسافت اینم از خودت. ما میتونیم وان شات کنیم. وان شات میشه؟ میگیم نمیشه. رفته کم اصلا اشکالی نداره. من از چیز موندم که چیز میشه یواش داره باگ میشه، اکتیویژن داره. آره این ذره یواش یواش. نه ما اصلا چی داری کنی؟ چون درسته من دارم ویدیو براتون میسازم ولی ادیت هم اونقدر هم خوب نیست. مثلا بعضی میرم فانک میذارم، بعدش میرم برچسب میذارم. مثلا من از این سر در نمیام. میشه تو کامنت رو بگین بازم اتیاز من هر جوری اسنایپ بگه من پلی میدم. اگه بچه باور نمی‌کنین ویدیوهای بعدی که اگه دوئل بزنیم تماشا کنیم میبینیم.
بله حتما ساب کنین ساب میشین. رفته آقای دوباره یک بار نشه خواهد بشته. آره یه بر نداشتی؟ بچه رو موشک بزنن چه چیزی نکنه. نه من بچه تازه برداشتم. من DLQ برمی داشتم. بله نگاه این برای من مشکل بود. این برای من خیلی مشکل. از 3 متری دارم پام میندازم داره میمیره. خب منم زدم. Hello. کجا با این عجله؟ کجا فرار میکنی؟ من دارم تو رو پیدا میکنم. پشته بله نتیجهش همین میشه. چند بردی؟ خب 29 با 12 دیگه کمی هستی 29 12 بهتون بردم. بچه حتما ویدیو رو لایک کنید. حتما لایک کنین ساب کنین یه کامنت با بله که هر وقت داریم ویدیو جدید میذاریم حتما یوتیوب بهتون خبر بده که داریم ویدیو براتون میسازیم. ویدیو بعدی خدا خدا نگهدار.